سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل استعداد تیوی. امروز قراره تو این ویدیو بدونیم که چطور تمرکزمون رو در کارهای خودمون بالا ببریم و به ذهنمون مسلط باشیم. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب اولین چیزی که درباره تمرکز کردن باید بدونید اینه که چطور تمرکز کنیم. تمرکز کردن به یک کار خیلی شبیه به تمرکز کردن نگاهه و شما وقتی تصمیم میگیرید به یه چیز تمرکز کنید، ابتدا مغزتون تمام اطلاعات بصری رو دریافت و پردازش میکنه تا به شما بگه که دقیقاً باید به چه چیزی فکر کنید. که ذهن انسان میتونه حد اکثر تا 2 ساعت به هر کاری تمرکز کنه که البته بعد از اون به 20 تا 30 دقیقه استراحت نیاز داره. خب نکته دوم هم که باید بهتون بگم اینه که سعی کنید از انجام چند کار به صورت همزمان پرهیز کنید، چون این کار باعث میشه مغز ما تمرکزش رو از دست بده و نتونه به اون چیزی که مد نظرتونه تمرکز کنه و ذهن عادت میکنه که به چند کار تمرکز کنه. روش بعدی هم اینه که محرک‌های بیرونی رو متوقف کنید. این عکس رو ببینید. این عکس جاشوا فوئر در مسابقه حافظه برتر آمریکاست که اون در اون مسابقه برنده شده و از این لوازم استفاده کرده. این لوازم برای جلوگیری از محرک‌های خارجی ذهن طراحی شدن و به مغز شما امکان میده که تمرکزش رو بیشتر کنه. تکنیک سوم تکنیک پومودورو هستش که این تکنیک هم راهی برای تمرین دادن مغز شما برای رسیدن به تمرکزه. که شما برای این تکنیک باید به مدت 25 دقیقه به طور کامل به یک کار تمرکز کنید و بعد از اون 5 دقیقه استراحت کنید. و برای هر 4 دوره تمرکز 25 دقیقه‌ایتون زمانهای استراحت طولانی‌تر با مدت 20 تا 30 دقیقه در نظر بگیرید. و روش آخری که در این ویدیو بهتون معرفی میکنم روش موثر مدیتیشنه که مدیتیشن برای ذهن مثل یک تمرین کامله و به شما کمک میکنه اراده قوی داشته باشید. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم این ویدیو هم براتون کاربردی بوده باشه. یادتون نره چنل استعداد تیوی رو سابسکرایب کنید و از زنگوله بغلش هم تپ کنید که به محض اینکه ویدیو آپلود شد خود یوتیوب اول از همه شما رو باخبر کنه. و تا درود دیگر بدرود.